خاطر تو دیگه هیچ کار نکنی خوب شد. بگو زود باش. زود. یک دقیقه صبر کن. وقتی که به خاطرت به اتمام گذاشته، وقتی که به خاطر تو کنار گذاشته بودم به اتمام رسیده. زود باش کارهای تا بکن که من خداحافظی میکنم. با یک خداحافظی تو را خفه مردم خوشحال میکنم. صحیح است آنیا جان، یک دقیقه صبر کن. زود. زود. Oh my God. Hania Mazari steht hier. کو باز رفتی کیک گرفتی؟ قم مقبول به خدا کی مستفید می مگه متر نمیخورم نجاتی. آنیا جان میفهمی توفیق چی است؟ توفیق چی است آنیا جان؟ من منتظر خودت توفیق چی است؟ دو هفته پیش توفیق من چی است؟ خارج شد. ها؟ توفیق چی است؟ 2 هفته پیش من خارج داده بودم دیگه. دین هر زمان منتظرت بودم نبودی، زنگم زدم 100 رقم گفتم با تو هم کلان شم، 100 رقم واسطه کردم نشد. ولی این کیک است یا کدام کاغذ هستی تو ماندی؟ به من کاغذ رقم معلوم میشه. راست میگه ببر یک دفعه. آنیا جان این میفهمی که است به خاطر که عاشقی ما تو 1 ساله شد به او خاطر گرفتیم. حالا من که تو عاشقی مگم کردیم که 1 ساله پرش میکنی وقت. از ما که ترا دوست دارم عاشقی ما تو 1 ساله شد. تو عاشقی حساب میشه دیگه. دیگه آنیا جان دیگه منتظر خودت هستم که دعا سرمان گفت این میره آنیا جان به که من بسم الله الرحمن الرحیم گفت توتایش کنم. خوسیست تو تکو. خیلی چی گفت تلفن جوان؟ اون تلفن دایی بته. این تلفن دایی جوان. بته. تو تکو زود باش. یک دقیقه صبر کن. او را بانم جوانم. غلطی نه. اصابی رو رم بخانه. آنیا جان میشنوی؟ آنیا جان. آنیا میشنم بگو ببخشید. گپ نیست، یک دقیقه صبر کن آنیا جان، یک دقیقه صبر کن. بگو زود باش. اوف خدای دیگه. صبر کن کمی یک چیز است میره جور کنم. حالا تو اوکی برد یک چیز بگم نجاتی؟ نه حالا تو کیک خریدی صحیح است. با نشان دادی صحیح است. حالا من که از او خورده نمیتارم. امی خود درست نیست. امیر خب ما بعد رای کنم. امیر بگی یک دقیقه. امیر بگی. نه دیگه امیال میخوایم باشه که امیال بخورم. حالا تو که پسا رای کنی صبح خودم خریده میتارم جوان. آنیا جان امیر بعد بشتل میکنم خب. بشتل نکنه که مردم بشتل نمیکنن خراب میشه. الان من که از او خورده نمیتارم میشی. این چیزکای یک دقیقه آنیا جان شمکا هم چیزکای شایال مصبن کنم. یک دقیقه صبر. آریم اینو رو خود جور کنم. الان داری چی کار میکنی نجاتی؟ یک دقیقه صبر کن آنیا جان. این میره یک چند تاش نمیجدیم. ورخطایی شد. زود باش دیگه. صبر کن بیا یک طرف. حالا گپی من رو هیچ فهمیدی که من با تو چی گفتم؟ جان اینو بیار چیزم بیار. آنیا جان امیر اگه دلم نیست کنم میگم امیر رای کنم دم تو خود ما خود آلمان هستم تو خود منشان هستی نه. او را رایی نکن میگم حالا امیر
میشنوی آنیا جان؟ آنیا جان میشنوی؟ اینترنت کی قطع شد؟ آنیا آنیا جان میشنوی؟ نه زود بله باش دیگه. دیگه، ببین زنگ آمده نه. به من یعنی نه، کار نه، نه. دارم. نه خلاص آنیا جان امشب کار در داده رسیم. نه آنیا جان دیگه وطندارای گل کم بلندتر بگی اینجا به من آنیا جان دیگه اجازت باشه دیگه دیگه وطندارای گل آنیا جان دیگه ما آنیا جان عاشقی ما یک ساله شد دیگه بعد پای هم بخیر پیش شویم وطندارای گل دیگه چی بگم دیگه برو لوده نشی به پایم پیر شویم، باز یه لوده گپ زدی تو رو بالا آوردم. تبریک بیاد خان تشکر. برو خداحافظ. نه آنیا جان صبر کن آنیا صبر کن آنیا برو چی پرستی تو چی کار هستی به من میگی تبریک باشه، رفتی کیک گرفتی باز رفتی تو خانه گرفتی به من. اصلا تو چرا به من میگی تبریک باشه؟ مگه من زنت هستم که به من میگی تبریک باشه؟ برو خداحافظ. دوستی ما تو گفتم پایدار شو یک سالش تبریک باش آنیا جان عشق عاشقی المیرا من باز اینو نگاه که باز رفته گل آورده چیز کرده، سعی که تو برش یک چیز بگو بیته. آنیا جان چی کنم توتا کنم چی کنم خیر بگو المیرا برش چی کنم کی حالا ای باز چی گپ است؟ چی بگم؟ آنیا جان، سالگرد چی کنم؟ ولنتاین است، سالگرد است، چی گپ است که ای بازی تو کده رئیس؟ حالا ما آنیا. عاشق از این نیستم، این خودش تنهایی عاشق ماست، میگه ایره گرفتیم به سالگرد یک ساله ما که ما عاشق توستم. ها دیگه آنیا جان دیگه مردانه منتظر چی آنیا، انت مردانه این چی رقمش؟ مردانه دامت سالها نگاه کرده من میکنم در قلبم است آنیا جان اوکی یک چی کنم سوال آنیا جان توتا کنم نه برو نه جان نجات برو دیگه نجات اعصابم خراب